مادر بهترین عطای خداوند. مادر آرامی و آسایش خاندان. مادر کلید بهشت جاودان. چه سخنهای بالا و اوبری می‌ارزد. مهر و محبتی پاک و غمخواری را ما از مادر می‌آموزیم، چون که او پاکسریش و بی‌انپاست. در زندگی بر سر فرزندان در دوران یا سختی پیش آید، اولا جگر مادر می‌سوزد. آن شب‌های دراز که او کسی سر نموده است، برای فرزندان خویش بیدارخوابی‌های کشیده است. گر بالای پله میزان گذاریم و در پله دیگری آن تمام زر و زیور دنیا را گذاریم، برابر شدن نمی‌توان. قیمت مادر به از دنیاست و بعد خدای متعال در روی زمین این مادر است. یک شب آن رنج که مادر کشید در دو جهان نتوان برگشتن. آره، ما فرزندان قدر و قیمت و حرمتش را بجا آوریم تا جان در بدن است. از نیاگان تا به امروز بزرگان ما در وصف مادر چه سخنهای بالا و بهترین گفتند. آبروی اهل دین از خاک پای مادر است. هرچی دارد این جماعت از دعای مادر است. آن بهشتی را که قرآن می‌کند توصیف آن، صاحب قرآن می‌گفتا زیر پای مادر است. مادران فرشته و قدر این فرشته زمینی می‌رسد. ای کاش مادر نمی‌رفته باشد. صد جان و فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش را دستی دعای مادر. بسم الله الرحمن الرحیم. قومی بچه کمونه موجوده دولت تونتده چقدر تونتده مرادات تونید در حقا تونید خوده خدی رو بر کنید در سبی دیوانی بطن در حقا